اگه هنوز عشق زندگی تو پیدا نکردی و اون آدم واقعیه رو پیدا نکردی، هیچ اشکالی نداره. کار کن، پول در بیار، سخت کار کن، تلاش بکن، مسیر زندگی تو یه جوری بچین که ازش خیلی لذت ببری، از اون آرامش، از اون حس خوب، از اون چیزی که تو زندگیت داری تو دوران مجردی و کسی نیست لذت ببر. تا حالا هیچ کس از مجرد بودن نمونده، اما خیلی از این که کنار آدم اشتباهی‌ان تباهن، زندگیشون نابود شده. اگر هنوز اون کسی که میخوای رو پیدا نکردی، یه نشونه فقط داره، اینه که هنوز به اون مرحله نرسیدی، هنوز وقتش نیست و مطمئن و توی باش مسیر دیگه ای، یعنی قراره توی مسیر دیگه اول پیشرفت بکنی، خودسازی بکنی، رو خودت کار بکنی. مطمئن باش وقتش که برسه، به اون لول برسی، به اون مرتبه که برسی و اون آمادگی رو داشته باشی، کائنات اون آدم رو یه جوری سر راهت میذاره انگار که تو فکر میکنی مثلا یهو آسمون باز شد اون افتاد. و اینکه فکر نکن دلیل خاصی داره، فکر نکن تو مشکل داری، فکر نکن تو یه ایرادی داری. ممکنه که اینقدر آدمای زیادی بیان و برن تو زندگیت و تو باید تربیت چی، باید در واقع آپدیت بشی، بسازی خودتو، رشد کنی تا اونی که باید بیاد و بمونه. بعضی وقتا شاید اصلا وقتش نیست به خاطر خودمون، یعنی هنوز خودمون وقتش نشده، یعنی هنوز وقت اون نشده که خودمون به اون درجه نرسیدیم که بتونیم وارد یه رابطه درست درمون بشیم. ما خب خیلی این دایرکتو داریم که میگن که خب چطور هنوز ازدواج نکردین، 30 خورده سالتونه، خب نگران این نیستین که ازدواج نکنین، نگران این نیستین که حالا اینجوری نشه اونجوری نشه، عاشق شدین عاشق نشدین، کسی رو دارین، مگه میشه فلان. این صحبت ها رو خیلی میکنن و از اون بر از رنج سنی 17 سال تا 40-50 سال به ما میگن که ما نگرانیم، ما هنوز عشقمون رو پیدا نکردیم، ازدواج نکردیم، زندگی نداریم، تنهاییم، میترسیم، تنهاییم، تحت فشار خانواده ایم، خانواده، اقوام، نمیدونم فامیل، هر کی ما رو میبینه میگه چرا ازدواج نمی‌کنی. من دقیقاً داشتم به مائده نشون میدادم، ما یه دایرکت داشتیم، یعنی یه دایرکتی که همیشه این خانم به ما دایرکت میده، براتون میذاریم. یه دختر فکر کنم 19-20 ساله، یه خیلی گوگولی خوشگل از یکی از شهرستانا، که این دختر خیلی هم خوشگله، هم موجهه، هم تحصیل کرده است، هم کارمند یه جای در واقع خیلی با لول. میخوام بهتون بگم به لحاظ سطح لول و سطح زندگی آدم اوکیه و مدام در واقع این نگرانی رو داره، این استرس رو داره، تحت فشاره به لحاظ حالا صحبتایی که باهاش میشه، حرفایی که بهش زده میشه که من چرا ازدواج نکردم، من چرا نمیتونم ازدواج کنم، چرا نمیتونم اون آدمی که مال منه رو پیدا کنم، من حالم بده چیکار کنم، مثلا نظرتون چیه؟ واقعا این چیزا رو کردم میبینه، میگه که چقدر آدم وجود داره که این همه اینه، چون یه آدم با لولیه و میتونیم انرژی رو که داره صرف نگرانی، صرف استرس، صرف اون انرژی منفیه و اون در واقع حس خواستن و نیاز و تمنا از این دنیا داشته باشه، تبدیلش کنه به انرژی دریافت، به انرژی قشنگ و صرف یه چیز خفن کنه، یه کار خفن کنه، بدرخشه، خودش رو ارتقا بده، کار کنه، پول در بیاره، مستقل‌تر بشه. افکار نمیذاره و این افکار حالا اینو تحت فشار قرار داده، انرژیشو داره میگیره که دیگه اصلا شاید حتی به افسردگی برسه. یعنی خلاصه که میخوام بگم که هر چیزی که بهش نیاز داری و باید برات اتفاق بیفته، شک نکن میفته، اما تو زمان خودش، تو زمانی که باید بیفته، تو زمانی که تو براش به صورت 100% آمادگی داشته باشی. پس اگر نیفتاده حتما تو آمادگی نداری هنوز و برو دنبال این که آماده شی، به جای این که روی بقیه، روی این که چرا و نشد و واسه چی و داستان چیه و وای اینجوری تمرکز کنی، انرژی بذاری، تمام تمرکز و انرژی تو بذار رو خودت، رها کن، بعد ببین چجوری همه چی اوکی میشه. بای.